خب دوستان عزیزم این هم باید از اینجا برش بزنیم. من گردبر نداشتم برای همین اونقدر با مشقت بریدم. یا گردبر یا دریل ستونی که متای بزرگ بهش وصل بشه نداشتیم متاسفانه و برای همین خیلی چقدر لذت بخش دوستان. نوشیدن یه لذت بخشی فایر پاور، حتما تستش بکنید. ویتامین B12 B6 B5 B2 درش که باز میکنید بوی ویتامین B12 رو میده، بوی بدی میده اولش ولی بعد خب خیلی خوش‌طعمه، ولی این نشون دهنده اینه که اصالت ویتامین توش هست. واقعا خوش‌طعمه. دوستان عزیزم بریم اینو ببریم. این تویش هم باش بریدیم بچه‌ها. توی خیلی دقیق، یعنی می‌خواستم لب به لب ببرم، آخرش هم یه کمی فاصله بیشتر اشکال نداره. این باید بتابونش با در بیاد. طوری نیست بچه‌ها، بذاریم باشه که این بتونیم سطح مقطع ازش بگیریم برای چون شاییم بگیم اوکیه. و یه مشکلی یه جا داریم دوستان، به مشکلی خوردیم که این باید هم سطح این بشه که ما بتونیم این ورق رو جوشش بدیم، مگر اینکه بخوایم این سوراخ رو بزرگتر بکنیم و این بوش رو از داخلش بیاریم بیرون، یعنی از اینجا بیاد. یه ورسیون دیگه هم داره، میشه که این بوش رو بالا کار بکنیم به این شکل بشه، ولی فکر میکنم اینجوری در روی گاز داریم بچه‌ها. این خیلی شایع میشه که این گاز در رو داشته باشه از این قسمت. حتی فرقی هم نمیکنه دیگه، اگر از این طرف بخواد در رو بده از اون طرف هم خب در رو میده. حالا نمیدونم، از این نمی تستی بزنیم. مگر اینکه این رو باز هم کوتاهش بکنیم، یه 2-3 میلیمتر دیگه از اون باید کوتاه بکنیم. یه خیلی کم میشه چیزش و اون باشه ما حتی باید نرفتیم. خب دوستان کاری که باید بکنیم اینه که اینجا ببینید یه داخلش یه کنیکتوره، این اینجا یه کنیک داره، لبه داره. اینو باید بریم با فریز انگشتمون بتراشیمش و به سطح خود لبه برسونیم تا این مشکل حل بشه. فریز انگشتمون رو با یه سری حرکت‌ها یکم سفتش کردیم که الان دوباره متاسفانه در اثر فشار لغو شد، یعنی با چسب 1-2 یا تا یه تایم یا جواب میده، بعد که گرم میشه دیگه کار نمیکنه. حالا همینجوری خورد باش ادامه بدیم فعلا پروژه رو پیش ببریم. امروز جمعه هستش و
اینجا باز نیست، تراشکارمون هم نیستش، ولی من اومدم با همین لوازم و ابزاری که هست سعی میکنم که پروژه رو پیش ببرم که بتونم ویدیو رو برای شما بذارم که بتونید ادامه‌شو ببینید. یعنی کار عقب نیفته. دوستان خیلی لطف کردن، خیلی لطف دارن که پیگیری کردن و استقبال کردن از داستان. برای همین هم جمعه هست و اومدم که ادامه کارو بگیرم. بریم ادامه بدیم. بریم اول سفتش بکنیم و ادامه‌شو بگیریم. سازم ببینید که من اینو خیلی نرم و آروم رو تراشیدمش و سعی کردم که با فرز انگشتی اینو برسونمش به اون سطحی که میخوایم، یعنی دیگه لبه نداره. ببینید دور تا دورش تقریبا یک سطح هستش. یه سنباده رو باید داخلش بزنیم، البته با دستگاه باید بزنیم، با یه همچین چیزی باید توش سنباده بزنیم که صیقلی بشه و البته یکم سایزش گشادتر از که سنبادمون شد. گشاد که نه، فیت شده. خیلی هم خوبه. بعد دور تا دور شما یه چسب مزدا هم میزنیم که دیگه در رو نداشته باشه. نمیدونم چسب مزدا قابلیت رو داره یا نه، امیدواریم که کمکمون بکنه توی این داستان. بریم سنباده پالیشش بکنیم داخل این گوشمونو و بعد چیکار کنیم؟ روی صفحه‌ای که سوراخ کردیم جوش بدیم، صفحه‌مون رو ببریم، درشو بذاریم و کمپرسورمون رو بشوریم کامل و جوشش بدیم و ببینیم میتونیم امروز یه بار سنجی ازش بکنیم، ببینیم که چند بار بهمون میده اصلا کمپرسور اوکی نیست. با توجه به اینکه این حجم ازش کم شده، یعنی این حجم ازش حذف شده، فشار بادی که توش جمع میشه، فشاری که توش جمع میشه یکم کمتره بچه‌ها. یکم که نه، یعنی خیلی کمتر میشه. ولی حالا اونو بعد با یه چیز دیگه شاید بتونیم جبرانش بکنیم، نمیدونم. بعد باید تستش بکنیم دیگه. حالا بریم ببینیم که چی میشه، چه اتفاقی میفته و داستان از چه قرار میشه. بریم اینو انجامش بدیم. چقدر خوب، اورنگی هم کامل نشسته داخلش، خیلی هم خوب شده. ببینید این اورنگ مشکیه، ببینید کامل میشینه داخل این بوشی که ما تراشیدیم از واسطه لوله آب. بریم یه پولیش همینجوری بهش بزنیم، پولیش که نه، یه سنباده نرم بهش بزنیم که یکم سطحش صافتر بشه. تو سطحش بد نیست ولی خب ببینید کرنجی یعنی زیاد خوب نیست، این اصلا خوب نیست. با چی میخوایم سنباده‌اش کنیم؟ من یه وسیله درست کرده بودم، ببینید اینه، من یه شیار داره وسطش، من یه آچارالن و یه شیار با فرز انداختم وسطش و این کار انجام میدم. اینو بعد ازش باز بکنیم و این سنباده دیگه ببندیم. میتونیم هم رو همین ببندیم که نرم‌تر باشه. آره
خیلی وقتی منظور من باشه اصلا بدن کلمه مورد گفته ادامه شرطش خیلی ساده و بیاد میشه خاطر کنید این واسه این جواب رو میگیره خیلی جذاب آب چه کنید بشه مثلا دوزا خیلی فعال چقدر فرق شد پولی شد کاملا. حالا کاری با این کلنجی ها نداریم، این کلنجی ها دیگه مال خود لوله است. ما اگر بخوایم اون قدری ضخامت کارمون رو ببریم که اینا هم از بین بره، برای بوش برای اون کاسه نمدمون خیلی گل و گشاد میشه. اینجا پر کلنجیه ولی خب چاره این نیست و اینا رو با چسب مزه ما جبرانش میکنیم. ولی الان خیلی خوب شد. بدون دستگاه تراش چه بوشی ساختیم و خیلی هم ببینید این اورنگیه میره جا. خیلی باحال شد بچه، خیلی فکرشو نمی‌کردم که در بیاد بدون دستگاه تراش. حالا امیدوارم که کار هم بده، یعنی دلخوشی الکی نباشه. این همه وقت گذاشتیم مسلماً که باید خیلی دقیق باشه اینجور قطعات. یه مقدار سطح اینجا کجه، یعنی ما وقتی جوش بدیم این اینجوری باید میسه نه اینقدر که نشون دادم مثلا نشون دادم چقدر یعنی اختلاف داره. برای همین ما مجبوریم که از سطح بلند جوش بدیم و سطح پایین رو به اصطلاح پر بکنیم با جوشمون. یه تستی هم از این داستان بگیریم. آره اوکی. دوستان ما اینجا مواد اشتعال‌زا خیلی زیاد داریم مثل تینر، بنزین فلان اینا، بخاطر اینکه حالا رنگ و میز انجام میدیم و مواد فایبر گلاس. جوشکاری یک مقداری ترسناکه تو این محیطی که من هستم، ولی باز با این حال من همیشه بچه‌ها این دم دستم، هر کاری میکنم این کپسول دم دستم، یعنی نزدیکم. اگر خدای نکرده اتفاقی هم افتاد بتونیم سریع جلوشو بگیریم. خیلی خوب بگیریم رو بسید همچون دو استفاده کنیم و با درجه 115 یه جوشنی بلسیم شد خیلی نمنم و آرام برمی کنم بگیم خاطر اینکه یه چیز دیگه هم یادم رفت بهتون بگم دوستان، این چون جنسش گالوانیزه است اگه بخوایم جوشش بدیم، چون جنسش گالوانیزه است
باید بندازیمش توی وایتکس تا این روکش گالوانیزش بره و بتونیم درست جوشش بدیم. حالا من ننداختم دیگه، من جوشمون رو بزنم ببینیم میگیره یا نه. اگه نگیره دیگه باید این کارو انجام بدیم، چون روکش‌های گالوانیزه یکم بد میگیره. دوستان گالوانیزه اینجوری جوش میخوره، یعنی گول میزنه، به جایش میگیره به جایش نمیگیره. خب دوستان عزیزم، دوستان ببینید ما گوشمون هم چیز زدیم، مثلا کاسه 90 هم جا زدیم، بعد روش هم ببینید با چسب مزدا پوشوندیم، دور جوشایی هم که زدیم با چسب مزدا کامل پوشوندیم، یعنی حتی با فشار، یعنی من فشار دادم اینا رو که بره تو اون درزا بشینه و دیگه به هیچ وجهی انشاءالله نشتی پیدا نمیکنه. نمیدونم حالا بازم چه اتفاقی میفته، فقط بحث جوش دادنشو دارم که الان میخوام مثلا دور اینو جوش بدم، اینا داغ میشه و کنده میشه، بعد فکر میکنم که یه کونه آبی چیزی بذارم روی سر این یه جوری و بعد آروم آروم دورشو جوش بدم. دستگاه جوش من 3.2 نیست، 3.2 خب دماش یک مقداری پایینتر، کمتر گرم میشه قطعه فکر میکنم، و جوش چیزه دستگاه جوش ادون اینورتره. حالا دیگه تا خیسه من فکر کنم بریم جوش بدیم یا اینکه نه بزنیم خوش بشه اینا بعد بریم جوشش بدیم. ممکنه که اگر گرم بشه این کاسه 90 بیاد بیرون و یا حباب بزنه داخل اینا، نمیدونم چیکار کنیم. یکم حالا صبر میکنیم تا یکم خودشو بگیره و بعد شروع میکنیم به جوش دادنش تا ببینیم که چه اتفاقی میفته. تو این فاصله که میخوایم جوش بدیم من میرم توی کمپرسورمو بشورم، چون کمپرسورمون خیلی براده داخلش هست و خیلی کثیفه. اینو میذاریم کنار خوش بشه و این کمپرسور رو با
بنزین بشوریم و بیار. خب دوستان عزیزم کمپرسورمون رو شستیم کامل و تمیز بدون براده و کلی هم باد گرفتیم. اینجا هم میز کارمون هم باید باد بگیریم که براده اینو نداشته باشه. دوستان عزیزم این چیزی که ما درست کردیم به احتمال زیاد جواب نمیده، به خاطر اینه که این خب خمی که برداشته اینجا دفرم شد که کاسه نمدی که ما گذاشتیم داخل اون بوش و اون بوش رو درست کردیم دفرم شده و این دفرم شدنش باعث میشه که احتمالا نشتی بده دوستان. خب حتی ببینید ما الان رزین هم چسب رزین ما اینجا زدیم و چسب دوقلوی رزینی و آرمان هم داره خوش میشه، ولی این به احتمال زیاد جواب نمیده و چیز منطقی و درستی نیست و فردا سعیمون رو میکنیم که فردا نه پس فردا ما بدیم تراشکار به همون دوستمون و به اصطلاح یه دونه برامون بتراشن، هم این دری رو بتراشن، یعنی دری که حتی دفرمه شد توی جوشکاری دفرمه شده، یعنی حالا میتونیم اونو صفحه‌شو میبریم میدیم بوش رو برامون بتراشن. یه کاسه نمد دیگه باید بگیریم، کاسه نمدمون به احتمال زیاد دوستان آسیب دیده، یه دونه فوم کاغذی توشه، کاغذ نسوزه و اون من دارم نگاه میکنم یه تیکش کلا کنده شده، یه حالت حالا کاچویی یا نه کاغذی کاچویی طوره و اون الان نصفش کنده شده و برای همین فکر میکنم که باید یه دونه کاسه نمد دیگه هم بگیریم و چیکار کنیم بدیم که یه بوش برامون بتراشه و بزنیم جا. حالا بریم تا ویدیوی بعدی ببینیم که باید با این داستانمون چیکار کنیم. یکم طولانی شد میدونم، ببخشید، یکم سرم شلوغ، کارهای دیگه هم دارم و یه امید خدا اون چی میشه. بریم تا ویدیوی بعدی و برگردیم ببینیم یه همچین حالتی میشه. حالا چیز ترشون خیلی منطقی ترش و ویدیوی بعدی رو آماده بکنیم و خدمت دوستان عزیزم تقدیم میکنم. خدا نگهدار دوستان. اگر که مورد پسندتونه اینجور کارها، اینجور پروژه ها، من خیلی پروژه ها لایک کامنت و ساب یادتون نره، چون اینجوری من تشویق میشم که اینا رو ادامه بدم. نه کاری به درآمدهای یوتیوب اینا اصلا ندارم، فعلا میخوام این پروژه ها رو بسازم ببینم چقدر طرفدار داره، چقدر خواهان داره و نظرات بگیرم. چرا کامنت میگم بذارید بچه‌ها، یه سری چیزا من بلد نیستم تو این کارا، یه سری چیزا آدم یاد میگیره دیگه و این یه تبادل دو طرفه بین منیه که دارم اینو میسازم و یه سری چیزا رو بلد نیستم و دوستان عزیزی که لطف میکنن و این ویدیوها رو میبینن. من خیلی چیزا بلد نیستم، یعنی الان میتونم بگم من هیچی بلد نیستم و خیلی چیزا رو از دوستان یاد گرفتم واقعا. پس لایک و ساب یادتون نره، کامنت هم بذارید، نظرتون بگید لطفا. ممنون، تا قسمت بعدی، خدا نگهدار.